خب من این نکته مهمم خدمت دوستانم بگم که درباره صاف کردن سرکه هست. خیلی خوشگله. الان شما اینو نگاه کنید. من اینو بیارم تو دوربین طاقت نمیارم، بعد بیارم جلو ببینید. دوستان این سرکه برای تنظیم قند خون خیلی عالیه. ببینید کاملا سالمه، اصلا له نشده، زخمی نشده. یعنی شما میتونید دون کنید بریزید داخل شیشه. با سلام خدمت دوستان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه. دوستان میدونید که دیگه الان تابستون، فصل درست کردن سرکه سیب و سرکه انگوره. چون هوا گرمه، سرکه رو باید تو گرما درست کنید که قشنگ ترش بشه. برای همین من تصمیم گرفتم سرکه سیب امسال درست کنم. من سال گذشته درست کردم براتون، هم سرکه سیب هم سرکه انگور، ولی امسال میخوام فقط سرکه سیب درست کنم. دیگه گفتم درست میکنم چون من خودم مصرف سرکه سیبم تو خون زیاده استفاده میکنم. هم برای چربی خون خوبه، هم برای کلسترول خوبه. کلا سرکه سیب خیلی خوبه، برای بدن خیلی خوبه. اینی که گفتم درست کنم، آموزشم برای شما دوستان بذارم. الان این سیبی که من گرفتم، این سیبو من گرفتم، شستم، قشنگ گذاشتم خشک شده. حالا اگه خشکم نشه هیچ اشکالی نداره. البته من شستم خشک شده، میخوام بشینم قشنگ اونجا خورد کنم، هستشم بگیرم، ریز کنم، بریزم داخل این دبه. مواد زیادی هم نمیخواد. ببینید این سیبی که الان من گرفتم 3.5 کیلو سیبه. این 3.5 کیلو سیب من 1 لیوان فرانسوی سرکه میریزم و 3 قاشق شکر. بقیه‌اش هم آب میریزم تا دبه پرشه. حالا فعلا بریم خورد کنیم تا بقیه کارش رو انجام میدیم. دوستان ببینید این سیب رو ما قشنگ چارقاچ میکنیم. این هسته وسطش رو جدا میکنیم. من هر سال طبق همین روشی که درست میکنم به همین روش پیش میرم. ببینید اینه. بعد سعی کنید سیبی که میخواید برای سرکه بگیرید قرمز باشه. این سیبی که قرمز باشه سرکتون خیلی قشنگ در میاد. بعد سیبتون هم زیاد چیز نباشه، شیرین له نباشه، رسیده نباشه. سیبتون سفت باشه. همه رو همینطوری ریز میکنیم تا تموم شه. من تو زمستون درست کردم سرکه سیب، منتها کم ترش شد، زیاد ترش نشد چون هوا سرد بود. باید روش گرم باشه دیگه، باید همون تابستون باشه. مثل الان خیلی فصل خوبیه. این برج شهریور خیلی عالیه، خیلی هم راحته، کاری نداره. خورد میکنی میریزی دبه دیگه، خودش میمونه ترش میشه دیگه. حالا تموم شه، بقیه کاری که باید انجام بشه آخر سر براتون توضیح میدم. الان منم میام کمکت عزیزم. مرسی. خواهش میکنم. منم سلام میکنم به همه دوستای عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان این سیبی که الان من گرفتم ببینید، این سیب اینطوری از این سیباست. همچنین انگار نصف بیشتریش قرمزه و بقیه‌اش سبزه. این حالت ترشمزه داره، خیلی خوشمزه است. پس این سیب اینطوری سرکش خیلی خوب در میاد. هم قرمز میشه، هم ترش میشه، هم خیلی خوشمزه میشه. سیبایی که اینطوری قرمزه سرکش خیلی خوب میشه، مثل انگور قرمز، انگور آره که خوشنگ در میاد. دیدم همونطور خوب میشه. خیلی خوشگله. الان شما اینو نگاه کنید. من اینو بیارم تو دوربین طاقت نمیارم، بعد بیارم جلو ببینید. اینو شما ببینیدش، یعنی آدم لذت میبره نگاش میکنه. این سیب هم شما اگر قیمتش رو بخواید بدونین، من قیمتش رو بهتون بگم. این سیبا رو من از تره‌بار خریدم، گرفتم کیلویی 65,000 تومان. ولی خب بیرون مغازه‌های بیرون گرونتر میدن. گرونتر از تره‌بار. بله. 90 تومن بیرون گرونتره. تره‌بار قیمتش مناسبه. تره‌بار من دیدم واقعا سیب خیلی خوبیه، گرفتم. گفتم اینجا میگیرم. بعد رنگی هم که میخواستم بود. ببینم تماشا.
خیلی خوشمزه. می‌بینی چه طعمی داره؟ هم ترشه هم شیرین. هم شیرین. خیلی خوبه. این سرکش خیلی عالیه. حالا اینایی که سبزه، یه چند تایی سبزه، اینا رو من جلوی همینطوری 1 کیلو خریدم قاطیش کردم. آها این ترش هست. نه ترش هم نی، ولی خب این مقدار سبزه شاید ترش باشه. آخه این نگاه کن سبزش خیلی سبزه. آره یکم آدم موقعی که باش کردیم ببینیم چجوریه ترش شیرینه. این گفتم از 1 کیلو مزه میگیرم قاطیش کنم. اون که خیلی سبزه گرفتم کیلو 50 تومن. آها قرمزش 65 تومن. یه آقایی برام پارسال تو کامنت زده بود سرکه سیب و انگور. گفته بود که ما خودمون باغ داریم خیلی زیاد این خمره‌های بزرگ سرکه سیب درست می‌کنیم. سیبا رو نوشته بود ما درسته می‌ندازیم توی این چیزا دبا. نوشته ما درسته می‌ندازیم. درسته می‌ندازن. ولی خب من همیشه همینطور به این روش درست کردم. هسته‌هاش اینا یعنی در نمیارن. نه گفت درست نوشته بود درسته می‌ریزیم. میدونی چون اونا باغ دارن زیاده. آره دیگه. نمیتونن بشینن خورد کنن. اونا ظرفاشون بزرگه. آره. سیبشون هم زیاده. بخوام بشینن خورد کنن. اگر بخوام خورد کنن همینطوری نصف میکنن میریزن. آره دیگه. زیاد یه بخوام برش میزنن و هم میزنن. بخوام ریز کنن نه. خب اینم از سیبا مکعبی ریز خورد کردیم تموم شد. حالا میریزم داخل این دبه. خب دوستان ببینید این سیبو من خورد کردم ریختم داخل این دبه. فقط دقت کنید توجه کنید که آبی که ما می‌خوایم بریزیم روی این سیبمون باید حتما آب جوشیده خنک شده باشه. الان من این آبو جوشوندم اینجا گذاشتم خنک شده و اینم باز آب جوشیده سرسوده است. حالا هر چقدر که نیاز باشه ما باید بریزیم. بعد من 3 قاشق نمک میذارم، 3 قاشق هم شکر، 1 لیوانم سرکه. بعد از اونم باید ما آب روش بریزیم تا بیاد 10 سانت روی این سیبا رو بگیره. ببینید الان سیب تا اینجاست، آب بیا تا اینجا، بیشتر نباشه. بعد این مقدارم باید باشه واسه گازی که تولید میکنه میخواد خارج شه جا داشته باشه. خب حالا من این شکر رو اضافه کنم. 1 قاشق، 2 قاشق، اینم 3 قاشق. این نمک بود. خب من یه لیوانم سرکه اضافه کنم. یه لیوان سرکه انگوره. این یه لیوان سرکه هم اضافه میکنم. حالا آب اضافه میکنم. خب ببینید این آبی که من ریختم الان درست آبمون اندازه سیبمونه. حالا من 1 کاسه دیگه میریزم که 10 سانت بیاد روشو بگیره. ببینید از ته دبه دیده میشه سیب اومد بالا. نگاه کنید. الان آب ما اندازه شد. آبی که من ریختم قشنگ 10 سانت اومد روش، منتها سیب سبک دیگه از این پایین اومده بالا. ببینید مشخصه. بعد با قاشقم قشنگ همین زدم اون نمک و سرکه و شکری که ریختم قشنگ مخلوط شد. بعد الان کاری که من میکنم از این دستمال سفیدا ببینید اینها اینه. این من میذارم روش. بعد یه دونه کشم میندازم به این صورت. این حالا گازم تولید کنه دیگه یعنی هواخور داره، پارچه هست دیگه نازکه خودش خارج میشه. بعد این درش هم من به این صورت اینها میذارم روش اینطوری کش میذارم تو رافله پشت در. این خونه ما یعنی رافله یه جوریه که میشه مثلا بذاری، چون تک واحد خونمون راحت این کنار میبرم میذارم. حالا شما هم جایی که میخوایم میذاریم باید جایی باشه که نور بهش نخوره، نور آفتاب نخوره بهش.
باید تاریک باشه. حالا هر جا میذاری باید تاریک باشه. بعد اینو من فردا بعد از ظهر میرم قشنگ همیش میزنم، دوباره پس فردا همینطوری همیش میزنم، مرتب هر روز یا یه روز در میون من همیش میزنم. خونه باشم هر روز، نباشم حالا یه روز در میون تا 1 ماه. بعد 1 ماه این دیگه قشنگ نرم میشه، خودش میره پایین. حالا بعد از اونم باید هم بزنیم 2 روز 3 روز یه بار، ولی این 1 ماه رو باید مرتب هواش رو داشته باشیم که مرتب هم بزنیم که قشنگ سرکه‌مون خوب در بیاد. حالا اگه یه وقت هم روش یه لایه ببنده، اونو میتونه اون لایه در بیاری خارج کنی، جدا نگهداری کنید. این سرکه ها بعضیشون این لایه میبنده. البته اگر آبش کم باشه، این سرکه‌ای که میندازید اگر آبش کم باشه، مایه‌اش غلیظ باشه، روش یه لایه ببندید، بهش میگن سرکه مادر. اونو شما میتونید بردارید توی شیشه جداگانه نگه دارید. برای سرکه‌های بعدی که میخواد درست کنید، اون میشه مایه سرکه. دیگه احتیاج به نمک و شکر و اینا نداره، یا احتیاج به سرکه نداره. همونو میندازید داخل سرکه‌تون ترش میشه. اینو من سرکه سیبمون، حالا من اینو میذارم کنار، مرحله به مرحله، مثلا هر به چند روز یه بار فیلمشو میگیرم براتون میذارم تا آخر سر که موقع صاف کردنش بشه. حالا غیر از این که جای این سرکه تاریک باشه، نور نخوره، باید گرم باشه، یعنی بالای 25 درجه باشه، 25 26 30. اگر بخواد خنک باشه سرکه ترش نمیشه زیاد. اینم این نکته‌ای بود مهم بود که گفتم بهتون میگم. دوستان این سرکه سیبی که من درست کردم 25 مرداد بود، امروز 31مه. توی این 4-5 روز من مرتب روز یه بار قشنگ همه یادم زیر روش کردم. امروز دیگه گفتم فیلمشو بگیرم شما هم ببینید. یعنی الان شده 25 تا الان 6 روز دیگه، حدوداً 1 هفته است. من درشو باز کنم. این کشه رو من انداختم دورش. بعد من این پیش دستی هم ببینید گذاشتم روش که اینطوری یه مقدار فشار بره پایین. ببینید از همین الان دیگه رو سرکش انگار راه افتاده. نگاه کنید نرم شده. قشنگ زیر رو میکنید اینطوری 3-4 بار. بعد دیگه درشو میذاری دوباره. قشنگ با سرکه میده چون هوا گرمه. حالا من 1 روز 2 روز دیگه همین پیش دستی رو میذارم روش، بعد دیگه برش میدارم. این درم همینطوری میذاریم روش، دیگه نمیخواد بپیچونیم. اینطوری دیگه رفت تا فردا بعد از ظهر دوباره یه زیر روش میکنم. حالا من چند روز 1 بار همینطور که بخوام هم بزنم فیلمشو میگیرم نشونتون میدم. اگر بخواین درست کنید الان وقتشه، سیب بگیرید درست کنید. یه بار دیگه تکرار میکنم، سیبتونم قرمز باشه که سرکه‌تون خوش رنگ در بیاد. من این سرکه سیبو که انداختم و الان 20 روزه، 25 مرداد بود، امروز 15 شهریوره. البته هر روزی رو کردم، یه 2 بارم تا حالا فیلمش براتون گرفتم، امروز هم دوباره گفتم نشونتون بدم. ببینید کامل، یعنی به قدری ترش شده. همین الان میشه اینو صاف کنیم و استفاده کنیم، چون هوا گرم بوده خیلی زود ترش شد. ولی خب حالا باید بذاریم که 40 روزش بگذره بعد صافش کنیم. خیلی عالی شده، خیلی عالی شده. یکم بیارم بیرون، یکم بچشم تست کنم. چقدر خوشمزه شده، ترش شده و یه ترشی خیلی خوشمزه شده. یکی از دوستان برام پیام زده بود که من سرکه سیب درست کردم، بعد این سرکه سیب من پشه گذاشته، من رفتم همه رو خالی کردم رفتم ریختم دور. پشه هم که میذاره اشکالی نداره. این پشه ها حالا یه مدت هستن بعد میمیرن، تموم میشن. البته اون پشه زیاد برای جای خیلی گرمه که پشه میذاره، البته میمیرن خودشون بعد یه مدت. بعد اگر از زیر 20 جمع باشه این پشه ها عقیم میشن، یعنی دیگه بچه نمیکنن، خود به خود تموم میشن. اون از هوای سرد، اونم از هوای گرم که پشه ها خیلی زیاد میشن. ولی اگر رو دمای 26-25 درجه باشه
هر روزم رو کنید ببینید مثلا هیچی، مثلا این پشه چیزی هم نداشته. آخرتر سرکه تمیز و خیلی خوب بهمون میده. آره اینم جواب دوستمون گفته بود که من چیکار باید بکنم. کاری نمیشه کرد. اون پشه های مدت خودشون اصلا نبین میرن، اشکالی نداره. مگه اینکه سرکه تلخ بشه. اون سرکه تلخ بشه که باید بریزی دور. بعد تلخی سرکه هم به این خاطری که آبش کمه. آبش کمه اون سرکه تلخ میشه. البته باید نمک هم باشه وقتی سرکتون که سرکه تلخ نشه، موقعی که تو دورانی که همینطور تخمیر میشه و که میخواد تبدیل بشه به سرکه. آره اینم گفتم خدمتتون بهتون میگم به این صورته. حالا من اینو میذارم دوباره پشت در میذارم تا ایشالا 2-3 هفته دیگه صافش میکنیم. اینم از سرکه تا این مرحله رسید دیگه فیلمشو گرفتم نشونتون دادم. دوستان این سرکه سیبی که من انداختم امروز 28 شهریوره، من 25 مرداد این سرکه رو انداختم، یعنی الان 33 روزه. به قدری ترش شده خوشمزه شده که آدم دوست داره همین الان صاف کنه سرکه رو استفاده کنه. الانم میخوام یه ذره روش بکنم که شما هم ببینید. البته روزای اول من مرتب هم میزدم، اگه هم نمیزدم روش لایه میبست، ولی الان دیگه چون روزای آخر قشنگ ترش شده دیگه اون لایه رو نمیبنده. حالا اگه آدم یه روز درمیان هم بزنه دیگه اشکال نداره. حالا شما داخلش رو ببینید. این الان من دیروز هم زدم، ببینید الان نگاه کنید قشنگ دیگه رفته پایین، سیبا ترش شده رفته پایین. حالا من معطلم 40 روز تموم شه بعد صافش کنم. خیلی عالی در اومده، یعنی سرکه شده ها. من یکم میخوام بششم ببینم طعمش. چقدر خوشمزه شده. آدم دوست داره خالی خالی بخوره. خیلی خوشمزه شده. واقعا دوستان جاتون خالی. دیگه الان آماده صاف کردنشه. یه هفته 10 روز دیگه صافش میکنم. اینم از سرکه سیبمون. چون من خودم سرکه سیب تو خونه باشه خیلی مصرف میکنم. میریزم قاطی با آب مخلوط میکنم میخورم. خب دیگه اینو من تا حالا 3-4 بار فیلمش براتون گرفتم. الان دیگه میره تا صاف کردنش. صاف کردنش هم مراحلش رو کامل نشونتون میدم که چجوری صاف میکنم. آماده که شد. دارم سرکه رو میارم میخوام صافش کنم. خب دوستان اینم از سرکه‌مون، سرکه سیب البته آماده شد، یعنی سرکه شده ها. این سرکه سیب رو من 25 مرداد انداختم، امروز 16 مهره، یعنی درست شد 50 روز. الان حدودا 1-2 هفته است که آماده است. میدونین چرا زود آماده شد؟ چون هوا خیلی گرم بوده امسال. بعد به خاطر همون این سرکه زود به دست اومد، خیلی قشنگ آماده شد. دیگه من درشو باز کنم. به 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 داخلش رو ببینید شما. اینم سرکه‌مون. حالا میخوام صافش کنم، امروز صافش کنم. من یه زیر رو کنم ببینید کامل دیگه قشنگ ته‌نشین شده. یعنی سرکه‌ای که آماده میشه دیگه این سیبش میره ته‌نشین میشه. من قبلا داخل کانال سرکه گذاشتم، سرکه سیب گذاشتم، سرکه انگور گذاشتم. منتها جفتش با همه، هم سرکه سیب هم سرکه انگور. دیگه امسال تصمیم گرفتم که تکی درست کنم، یعنی فقط سرکه سیب درست کنم. تا اینکه از دوستان گفته بود اگر میشه سرکه سیب رو تنها درست کنید که آدم وقتی سرچ میکنه این سرکه سیب بیاد بالا. برای همون دیگه گفتم حالا من که میخوام درست کنم سرکه سیب رو، خب من خودم خیلی مصرف دارم، بذار آموزش هم میذارم برای شما دوستان که گذاشتم و سرکه خوبی هم به دستم اومده. حالا صافش کنیم ببینیم رنگش و عطرش و طعمش هم بشش ببینیم چجوری شده. خب دوستان من اول سرکه سیبو که میخوام صاف کنم میریزم داخل این سبد قشنگ کامل که سرکه‌اش خارج شد. بعد از داخل پارچه ردش میکنم که دیگه قشنگ زلال بشه. خب این سرکه رو ببینید من ریختم داخل این سلب، صاف کردم، بقیه‌اش هم داخل سبده. این حالا ما میتونیم این همینطوری باشه، همینطور داره سرکه‌اش خارج میشه.
بعد ما میتونیم این سیب رو فشار بدیم، بعد اون سرکه‌ای که داخلش خارج شه. حالا ممکنه یه مقدار لایه مثلا موقعی که فشار میدیم لایه ازش خارج شه دیگه. این سرکه رو ما قاطی این سرکه نمی کنیم، اینو جدا میذاریم، مثلا استفاده میکنیم میداره یا قاطی سالاد یا اینکه تو آب میریزیم میخوریم، این جدا باشه. این هم خودش هنوز سرکه داره. خب الان این سرکه رو ما یه پارچه دیگه میذاریم روی، ببینید روی لگن که دیگه اگر لایه چیزی داره صاف شه. نگه دارم بیا مامان جان. اونطوری نمیشد بخوام یه دستی نگه دارم مامان بریزه، باید قشنگ صفر بگیرم که مامان سرکه رو خالی کنه. یه مقدار سخت بود دیگه، فریده جان اومد کمکم. سرکه سیب روی سالاد خیلی خوشمزه میشه، با سالاد کاهو. وای من خیلی دوست دارم. تا بازیش میدیم. کیسه هم داشتیم از این پارچه سفید و من کیسه شو دارم، هم پارچه های مستطیل. ببین بردم قسمت پارچه که هم نرفته بود روش داره سریع خارج میشه. میبینی چه بوی خوبی داره. خیلی این همش دیگه لایه است. حالا من اینو با دست فشار میدم، ببینید اینه. ببینید اینها، اینم لایه‌ایه که از آب صافش گرفته شد. چقدر لایه داشت. اینم که سیبایی که مونده. خب این سرکه سیبو که من صاف کردم، اینو من میریزم داخل یه کاسه بلور که قشنگ ته‌نشین بشه. 1-2 ساعت صبر می‌کنیم. حالا هر چی زمان بیشتر باشه بهتره. ته‌نشین بشه. وقتی قشنگ ته‌نشین شد میریزم داخل بطری. این ظرف شیشه‌ای هم آوردم که بریزم داخلش. اینم که داره سرکه‌اش خارج میشه. بعد ببینید یعنی همینطوری اینو میشه برداشت برد. خیلی خوشمزه است، خیلی عالی شده. می‌ذارم داخلی ظرف دیگه. فکر نمی‌کنم چیز زیادی داشته باشه، یه مقدار حالا داره ته‌نشین میشه. خب حالا باید صبر کنیم، حالا 1 ساعت یا 2 ساعت یا بیشتر. قشنگ که ته‌نشین شد دوباره برمیگردم. خب این سرکه رو الان 2 ساعتی هست که من صبر کردم ته‌نشین شد، دیدم مثلا هیچی نداره، صافه. حالا من میریزم داخل شیشه. اگه خیلی لایه داشت حالا 2 روز که بگذره مشخص میشه. اون موقع میتونیم ما شیشه رو خالی کنیم، لایه‌اش رو خالی کنیم، دوباره برگردونیم سرکه رو داخل شیشه. ولی الان اینی که من دارم میبینم صافه. من بریزم داخل شیشه. ببینید چه سرکه صافی. خب این یه شیشه، ما من این شیشه دیگه بیارم، منتها از این مدل دیگه ندارم، شیشه های معمولیه. ببینید تهی پسرا اصلا هیچی ته‌نشین نشده. یعنی یه سرکه، یه نوشیدنی طبیعی خیلی سالم و یعنی واقعا برای سلامتی خیلی بدن نیاز داره. عالیه. دوستان این سرکه برای تنظیم قند خون خیلی عالیه. یعنی آدم وقتی میخوره قند خونش تنظیم میشه، فشار خونش تنظیم میشه، برای لاغری خیلی عالیه. بعد برای سالاد، برای مرینت کردن مثلا گوشت، مرغ، یعنی گوشت رو خیلی راه تورت میکنه، لطیف میکنه. برای سالاد، برای همه چیز. یعنی حتما درست کنید. درست کردنش هم هیچ کاری نداره، خیلی راحته. سیبو که بریزیم تو دبه با اون آب و مخلفاتش، بعد از 1 ماه این سرکه به دست میاد.
شما همین سرکه رو بخواین بیرون تهیه کنه بوده باید فکر میکنم 500-600 هزار تومان بدین. بعد هم این سرکه نیست، سرکه‌ای که حالا معلوم نی مواد میزنن، موادای نگهدارنده میزنن، یه چیزایی میزنن که سریع ترش بشه. حالا این کجا اون کجا خیلی راحت، یعنی حتما اگه به سلامتتون اهمیت میدین خودتون درست کنید، واقعا جاتون خالی. خب این سیبم گذاشتیم گفتیم سرکش خارج بشه، بقیهش ببینید اینه. من یکم فشار دادم این لایه های سیب ازش ببینید اینا های آبکش، اینا دیگه ازش خارج میشه میاد قاطیش، اینا دیگه حالا میذاریم کنار. ولی سرکش من توی یه دونه شیشه جدا میریزم بعد استفاده میکنم دیگه. این توفاله سیب دیگه مونده اینا میریزیم بره، به درد میخوره دیگه. و برای نگهداری سرکه سیبم خدمتتون میگم که الان هوا رو به خنک شدنه، میتونید بیرون توی تراس یه جای خنک باشه نگه دارید. حالا اگر یخچالتون هم جا داره میتونید داخل یخچال بذارید، ولی بیرون هم باشه خراب نمیشه. اینم از نگهداری این سرکه. خب حالا شما از من خواسته بودین که این ترشی انگوری که درست کردم نشونتون بدم. یه چند تا دوستان گفته بودن اون ترشی انگوری که درست کردی وقتی آماده شد نشون بده. حالا من ترشی انگورم میارم شما دوستان ببینید. اینم از ترشی انگورمون که درست شده، خیلی هم خوشمزه شده. اگه یادتون باشه روزی که من این ترشی انگور درست کردم، این انگور سبز رو من جدا انداختم توی شیشه و قرمزم جدا. من تا دیگه 2-3 روز که من بیرون خواستم بذارم یخچال، دیدم یخچال جا نداره، بعدش هم 2 تا 1 کردم. شیشه بزرگتر آوردم 2 تا 1 کردم. بعد الان حدوداً داره میشه 1 ماه 25 روز. ولی به قدری این ترش خوشمزه شده، یعنی آدم وقتی در میاره گویا انگور همین الان از درخت چیدی. بعد خیلی خوشتم، خیلی خوشمزه. من درشو باز کنم. خب اینم از ترشی انگورمون. من چند تا از داخلش در بیارم شما ببینید. خب اینم از ترشی انگور، ببینید چقدر قشنگ در اومده. حالا من با اجازهتون یه دونه‌شو تست کنم. ببینید کاملا سالمه، اصلا له نشده، زخمی نشده. یعنی شما میتونید دون کنید بریزید داخل شیشه، دون کنید راحت ترید. با قاشق جدا نشد، دارم با دست جدا میکنم. منظور یعنی میخواستم نشونتون بدم که ببینید سالم مونده بعد از 1 ماه. با اجازه دوستان خیلی خوشمزه شده دوستان، خیلی خوشمزه شده. یعنی مطمئنم که درست کنید پشیمون نمیشید. یه ترشی جدید، یه ترشی خوشمزه و شیکیه که برای بدن واقعا ببینید شما، یعنی هر چقدر ترشی سرکه بخورید برای بدن خیلی خوبه. یعنی تا میتونید سرکه استفاده کنید. سرکه خیلی خوبه برای بدن، برای تنظیم خون، برای کلسترول، حتی ترشیجات. حالا این ترشی انگور که دیگه ملسه، یعنی این مثل یه انگور تازه هست ما داری استفاده میکنی دیگه. اینو ترشی انگورمون چون دوستان دوست داشتن که ببینن گفتم نشونتون بدم. خب من این نکته مهمم خدمت دوستانم میگم که درباره صاف کردن سرکه هست. سرکه رو که میخواین صاف کنید اول یه دونه لگن بذارید، یه دونه آبکش هم اندازه همون لگن بذارید روش. سرکه رو اول تو اون لگن، تو اون آبکش بریزید که آبش بره، یعنی آب سرکه بره داخل اون لگن. وقتی که کامل سرکه خارج شد این توفاله سرکه رو بذارید کنار. بعد اون آب سرکه‌ای که خارج شده دوباره با یه پارچه صاف کنید. یعنی کلا از اول همه رو داخل پارچه نریزید که اصلا صاف نمیشه. مجبورید فشار بدید که لایه ها از اون پارچه خارج بشه. بعد سرکه تنشین شدنش خیلی سخته. این کارو نکنید، یعنی این روشی که بهتون گفتم این کارو انجام بدید. خیلی راحت سرکه صاف و خوب از همون اول میگیرید. من همون کاری کردم که دیگه نگاه کنید راحت دیگه از همین الان سرکه‌مون صافه. اینم از سرکه سیب که من اختصاصی برای دوستانم درست کردم، یعنی فقط سرکه سیب درست کردم که سرکه سیب ازم خواسته بودین، گفته بودین فقط سرکه سیب درست کن، منم براتون درست کردم. یعنی واقعا سرکه فوق‌العاده خیلی عالی هم در اومد. انشالله که راضی باشید، درست کنید و در جمع خانواده لذتشو ببرید.
خب دوستان دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم دیگه، ما ویدیو رو همینجا تمومش میکنیم. ازتون تشکر میکنم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. هر کجا هستین مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.